رژیم روز 16 چالش. امروز روزم رو بدون قهوه شروع کردم، اما دلم یه چیز شیرین میخواست و در یک حرکت جدید به جای مربا چند تا برش موز گذاشتم روی توست قهوه‌ای که اونقدر بد نشد. یک عدد آلو و سیب متوسط برای میان وعده صبح، ساندویچ ژامبون مرغ برای ناهار به همراه سبزیجات مختلف، پنیر سالاد و همینطور آووکادو برای تامین چربی‌های سالم. برای میان وعده بعد از ظهر یه نارنگی متوسط، یه توست قهوه‌ای به همراه ژامبون مرغ و سبزیجات برای وعده دوم، یه مشت کوچیک آجیل برای عصرونه. پروتئین شیک بعد باشگاه. برای شام کوسکوس، سبزیجات، سالامی گاو به همراه یه ذره کنجد سیاه. الان ساعت 11:58 است، یعنی تقریبا 12 شب. خیلی دیگه گرسنم شده بود و دیگه طاقت نداشتم. دو تا انتخاب داشتم، یا اینکه یه پفکی چیپسی چیزی باز کنم یا اینکه برم یه غذا درست کنم. رفتم در عرض 4 دقیقه این سالاد خوشمزه رو درست کردم. واقعا 4 دقیقه. بعضی موقع انتخابای خودمون نتیجه رو مشخص میکنه دیگه. ذهنم هی میگفت برو یه چیپس برداری، پفک یا یه شکلات، ولی جیجی بودم که نه. مطمئنم شما هم تا پایان چالش قوی ادامه میدید و یه نتیجه بسیار خوب میگیرید.